درآمد طرف مقابل مهمه دیگه. من نمیتونم با یارو بغل خیابون بشینم که یا مثلا رو موتور بشینم که چقدر باید باشه؟ که ما 200 میلیون خالص. 200 میلیون خالص. آقا باید درآمدش خیلی بیشتر از خانم باشه. من پولای خودم رو باید سیف کنم، یعنی قرار نیست خرج رابطه کنم که. آقا نمیتونه سیف کنه پولای خودشو؟ نه، ولی من بابام چون که تک بچم هم خوب واسم خرج کرده هم خوب بزرگم کرده. قرار نیست مثلا از لاپر قو در بیام برم تو چاه. خیلی خوب چیزه. بعد گل رو تو چی ببینید؟ تو روز 30,000 تومانی ببینید یا تو دسته گل 5-6 میلیونی؟ من تو دسته گل 5-6 میلیونی میبینم که دارم. یعنی حالا هر دت یه دسته گل 5-6 میلیونی میخوای؟ آره، وقتی طرفو مثلا هفته یه بار میبینم بایدم یه دسته گل خوب بیاره، یه کادو بیاره. آقایون 98%شون خیانت میکنن. خب من که زود رابطه رو ول میکنم. مغازه رو بابات برات زده امیر؟ مغازه رو نه، من حالا اینایی که میگن بچگی کار کردم واقعا کار کردم. دروغ میگه، پول باباست. ایناست که عشقشو داره بگه خودم خریدم. تایپ مورد علاقتون چیه؟ موهاش صاف، بعد ببنده که اصلا یه تریشه. دندونا کامپوزیت واقعا هستنش. یعنی من همچین آدمی باشه دم خیابونم باش میخوام، ولی خب همچین آدمی باشه دقیقاً. کسی که کلا تو دوران بزرگسالی بخواد عاشق بشه که طرف بره دیوونه بشه واقعا احمقه. امیر چه چیزی به چشم میاد بیت اول؟ حتما استایل و لباس پوشیدن. حالا استایل خوش ببینیم نیست شبیه کارتون خوابار. شبیه عقاب بدبخت. نیت دوم با هم دیگه میرید یا نه؟ مرسی.